سلام دوستان عزیز گلم، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز اومدم یه غذای خیلی خوشمزه‌ای که خیلی‌ها فلفل دلمه دوست ندارن، بادمجون نمیخورن. میخوام امروز یه غذایی رو آموزش بدم که فوق‌العاده خوش عطر، خوش طعم و خوشمزه، سرشار از پروتئین. میخوام براتون آموزش بدم. امیدوارم که از این غذای خوشمزه من خوشتون بیاد. بریم برای پختش. میخوام یه توضیح راجع به این سبزی معطرم بدم که خیلی خیلی مهمه تو این غذا، چون اگر اون سبزی مخصوص خاص ما نباشه اصلا غذای ما طعم و عطر و بوی خوبی نمیگیره. این سبزی ما که الان هم فصلشه و شما میتونید تهیه کنید که الان دیگه شهریوریم، آخر تابستون، سبزی مرزه است. مرزه یکی از اصلی ترین سبزی دلممونه، دلمه فلفل بادمجونمونه. اینه که بهترین فصله، چون سبزی وقتی تازه است خیلی خوش عطرتره تا اینکه سبزی خوش ما بخوایم بهش اضافه بکنیم. اون عطر و طعمی که الان داره اون خشک نداره. اینه که پس الان تهیه کنید و درست کنید، لذتش رو ببرید. و یه نکته کلیدی دیگه که من خدمتتون میخوام بگم، خیلی عزیزان من توی این دلمه عدس نمیریزن، در صورتی که من یک کوچولو عدس هم اضافه میکنم، خیلی خوشمزه تر میکنه، چون خیلی هم لپه و پلو رو توش میریزم، ولی من حتما عدس میریزم. و اینکه خیلی ها سویا هم اضافه نمیکنم به گوشتشون، ولی من یه مقدار سویا هم میریزم، اونم یه مزه خیلی خاصی به غذا میده. اینم در ضمن گفتم دو نکته رو بهتون بگم که نگید که این خانم این دو مدل چی اضافه کرده. این ابتکار تخصص خودمه، دوست داشتین میریزین، دوست نداشتینم نمیریزید، اضافه نمیکنید. میریم برای نگین کردن پیازمون. خب در این مرحله روغنمون رو میریزیم. من توی این قسمت نمک به پیازم اضافه میکنم، چرا که هم میخوام زیرش رو کم بکنم قشنگ پخت بشه و هم که له بشه تقریبا پیازم. نمیخوام پیازم درشت بمونه، میخوام نرم بشه. زیرش رو کم میکنم، در ضمن یک 2-3 قطره آبم بهش اضافه میکنم، چرا که این باعث میشه پیازم یه خورده نرمتر بشه توی زمانی که داره سرخ میشه. خب بریم تا زمانی که پیازمون سرخ میشه ما داخل این فلفل و بادمجونمون رو خالی کنیم. یه نکته‌ای که من فراموش کردم بگم، خیلی جاها من دارم میبینم که فقط با فلفل دلمه رو درست میکنن. خب حیف دیگه، آدم یه همه زحمت میکشه، چرا باید فقط فلفل؟ بادمجون، گوجه فرنگی، بعضی سیب زمینی، کدو، واقعا حیف دیگه، اینا هر کدومش مزه‌های خودشو داره، جای خودشو داره. چه بهتره که ما از همه اینا استفاده بکنیم. حالا من از 3 قلمش فعلا دارم استفاده میکنم. اینا رو خوشگل باید برش بزنیم که زمانی که داخلشون رو پر میکنیم باید با سراشون رو روشون قرار بدیم. به این شکل داخلش رو قشنگ خالی میکنیم. ببینید هر چی بادمجون و فلفل دلمه ما بزرگ باشه داخلش ما بیشتر مواد میتونیم بذاریم. بچه‌ها ما هر چی میریم اون تای بادمجون گود میشه دیگه، بهتره با قاشق داخلش ما خالی بکنیم، چون با چاقو دیگه امکانش نیست. ببینید به این شکل. یه خورده دیگه هم خالیمون، خیلی هم خالی نکنید، چرا که خود بادمجون با اون غذا که میخورین خب خیلی خوشمزه است دیگه، بهتره که پوست تنها نذاریم. ببینید در همین حد کفایت میکنه. اینم سرش میره روش قرار میگیره برای مرحله بعدش. بچه‌ها من گوجه فرنگی رو مغز داخلش رو نمیریزم بیرون، داخل ظرف میریزم، بعد زمانی که ربم سرخ میکنم برای آب فلفل و بادمجون اینم بهش اضافه میکنم، چون خب حیف دیگه اینو نریزم تو. حتی همینا هم میشه یه خوراک خوشمزه درست کرد. یعنی اگر کلبانو باشین و حوصله به خرج بدین، همون خودش با یکم سیب زمینی نگین شده سرخ با گوجه فرنگی یه خوراک خوشمزه میشه. خب گوجه فرنگی هم چون آب زیاد داره یه مقداری بیشتر از کنارش میتراشیم که اون آبش کامل بیاد بیرون، غذامون رو خمیر نکنه. اینا از گوجه فرنگیمون. خب این مرحله پیازمون یه خورده سبک شد، نمیذاریم که خیلی سرخ بشه، در حال تفت، یه حالت تفت داده است که ما گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم، چرا که بذار اون طعم مزه پیاز هم به خورد گوشتمون هم بره. بچه‌ها شما حجم گوشت رو میتونید بیشتر بریزید، من الان به تناسب خودم که حساب کردم، چون خیلی گوشت چرخ کرده رو حال نمیکنم، یه مقدار کم ریختم، ولی شما میتونید بیشتر اضافه کنید، اون دل بخواه دیگه اون حجم گوشت. بذاریم خورده بخار بشه. گوشتمون بخار پز شد، حالا این مرحله آخر سویا، چون زود سرخ میشه سویا رو بهش اضافه کردم که سرخ شه، بعد ادویه ها رو بزنم. زردچوبه رو بریزیم یه خورده، فلفل سیاه همونجوری که تو تصویر قبل دیده بودیم. یک کوچولو فلفل قرمز هم من به دلخواه خودم میریزم، شاید خیلی دوست نداشته باشن.
ولی شما نمیدونید چه عطر و بویی تو خونه پیچیده از این پیاز داغ من که دارم اینا رو الان تفت میدم. خب این مرحله سبزی هم اضافه میکنیم. سبزی من علاوه بر مرزه بچه‌ها گشنیز، تره، خود پیازچه و به دلخواه خودم یک کوچولو ریحون سبزم بهش اضافه کردم و جعفری و ریحونم خیلی کمه، فقط برای عطرش. بیشتر تره و پیازچه و گشنیز با مرزه که خیلی خوش عطر و خوش طعمش میکنه. بچه‌ها یک مقداری که سبزیمون تفت خود سبک شد، یک کوچولو آب توش می‌ریزیم، یه در حد مثلا یه همینجور ملاقه یکی نصفی که خود بخارپز بشه سبزیمون تو این مرحله. تو این مرحله میخوام آبش رو اضافه کنم. وای بچه‌ها از عطر و بو این سبزی نگم که بوی بهشت میده. فضا رو اصلا یه عطر و بویی گرفته که واقعا درست کنید متوجه میشید که من دارم چی میگم راجع به این غذا. قسمت آخر کارم یه خورده زعفرون بهش اضافه میکنیم که اینم باعث خوش طعمی غذامون میشه. بریم که موادمون همه رو با هم مخلوط کنیم. بچه‌ها من از قبل لپه و عدس و پلومو پختم. یه روز قبل عدس و لپه‌مو خیس دادم، قشنگ نفتشو گرفتم. پلوم هم همینجور یه نصف روز خیس بود. همه رو پختم، با یه کوچولو نمک بهش اضافه کردم که زمانی که میخوریم خوشمزه تر به نظر برسه، چون نمک تو خورده وقتی که حبوبات ما میره یا برنج ما خیلی خوشمزه تر تا اینکه نمک ما آخر سر بخوایم بهش اضافه بکنیم. اینی که فکر می‌کنم آخر دیگه نمکی نیاز نباشه. اینی که من همه اینا رو پس خیس دادم، از قبل پختم، حالا مخلوط کردم چون باید اینا پخته بشه. اگه خام بخوایم لای اون بذاریم مثلا لپه خیلی دیرپزه زیر دندون میاد و واقعا کسی دوست نداره. اگه دقت کنید ببینید لپم این مقدار از عدس هم بیشتره. عدس هم در حد چند دونه است، فقط به خاطر طعم و خوشمزگیشه که من اضافه کردم. حالا برم موادو بیارم بهش اضافه. همونجوری که می‌بینید من سبزیمو در حد شاید مجموعاً 3-4 دقیقه طول نکشید. نخواستم عطر و بوش از بین بره. خواستم در حد یک تفت باشه که بخارپز شده باشه که توی زمان مثلا می‌خوریم زیر دندونمون سبزی ساقه‌هاش نره زیر دندونمون بعدمون بیاد. خب اینم از مواد ما مخلوط شد. بریم برای پر کردن بادمجونام. بچه‌ها وقتی که ما اینا رو پر می‌کنیم، حالا این 3 قلمی که من دارم، حالا چه بیشتر بشه که خب بهتر. گفتم مثلا سیب زمینی، کدو، کلم، وقتی که اینا رو با هم مخلوط می‌کنی پای میز میشینی با نون سنگک کنجدی تازه، شما نمیدونید اصلا انگار تو بهشتی از طعم و مزه‌اش که اینقدر مخلوط این 3-4 تا با هم خوشمزه میشه. سبزی خوردن هم باشه که دیگه وای نور الان نور میشه. اون به سلیقه شماها بستگی داره. اگه از غذا خوشتون اومده و لذتشو بردین، سابسکرایب چنلمو یادتون نره که غذاهای بعدی رو از دست ندین. من امروز مهمون داشتم، به خاطر اینکه مهمونام برنامه‌شون کنسل کردن، تشریف نیاوردن، امروز مجبورم که از این غذایی که پختم و تقریبا یه مقدار اندازه مصرف روزمره‌مو بذارم بپزه، الباقی رو فریز کنم دیگه، چون حیفه بخوام بپزم میمونه خورده نمیشه، خراب میشه. اینه که حالا اگه میبینید کمتر تو قابلمه دارم جا میدم، مهمونام کنسل شد در نهار امروزم. خب بچه‌ها چقدر قشنگ موادمون با بادمجون و فلفلمون دقیق و اندازه در اومد. من در ضمن بهتون بگم یه لیوان و نصفی برنج داشتم، یه لیوان لپه، نصف لیوانم عدس بود. از نظر حجم غذا که میخوایم بدونین، اینو که درست کردم انگار برای تقریبا 5 الی 6 نفره. حالا به هر حال باز به تعداد نفرات که بخوان چقدر بخورن بستگی هم داره. شاید بعضیا کم خوراک باشن، بعضیا پر خوراک باشن. اینه که الان حجم غذاتون زیاد و کمش دست خود. بریم سس داخل دلممون هم درست کنیم. بچه اون گوجه که من اونجا برداشتم گفتم حیفه، حالا اینجا میخوام یه سرخش بکنم، بعد بهش رب اضافه بکنم، چون واقعا دلم سوخت اینا رو بریزم تو. گوجه ما قشنگ تو این مرحله سرخ شد، له شد. حالا اینجا چیکار میکنم؟ ربمو بهش اضافه میکنم. من اینجا یه قاشق رب سرخور، یه کوچولو دیگه هم بهش اضافه میکنم. اینم میذارم تفت بخوره. تو این مرحله بچه‌ها یا خود نمک و فلفل سیاه هم من بهش اضافه میکنم، چون این دیگه اصلا چاشنش برای پوست فلفل دلمه و بادمجونه دیگه. یه چیز دیگه هم نکته دیگه هم که میخوام بگم، من روزی که مرزهامو، یعنی روزی که نه، امروز که مرزهامو خوب کردم زیاد بود، یه خورده فریز کردم. حالا به جای مرز خوش میخوام مثلا مرز فریزم یه مقداری بهش اضافه کنم، به خاطر که هم خوش عطر میشه هم خوش طعم‌تر میشه آبشم.
شما حالا میتونید مرزه خشک اضافه کنید، میتونید مرزه تازه اگه دارید اضافه بکنید. وقتی که خوب تب خورد یه فنجون آب بهش اضافه میکنم. قشنگ اینا رو با هم مخلوط میکنم، میریزم کنار فلفل بادمجونام که دیگه بذارم بپزه. خب بریم که اضافه کنم به غذا. اینو بچه‌ها یه جوری باید بریزیم که مخلوط غذامون یعنی داخل این فلفل و بادمجون اینا نشه، چون اگه بخواد داخل اونا ریخته بشه غذامون خمیر میشه. باید حتما کنارش ریخت. من چون آب غذام کم بود یه نصف فنجون دیگه بهش اضافه میکنم که بهتر بپزه، خود آبدار باشه غذام. این تا این حد که دیگه نیاد روی گوجه فرنگی ها. ببینید آب و سطح آب خیلی مهمه، چون اگه بالاتر بیاد کلا غذای داخل گوجه فرنگی هامون له میشه. سرشو میذاریم برای پخت. بچه‌ها این غذا حداقل 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم باید بپزه. حالا اونی که میخواید خود جوندار باشه یا خوب له بشه به سلیقه خودتونه. میخوام برم سر اصلی ترین قسمت غذام که داشتم صحبت میکردم زمان پخت غذام که گفتم که با نون خشخاشی میچسبه. سید جون من اونجا داشت میشینید، دیدم لباس پوشید رفت بیرون. با چی اومد؟ دلم میخواد این نون خشخاشی آسید منو ببینید. دستش درد نکنه چه نونی گرفته. یعنی فکر میکنم از قد من یه چیزی کمتر باشه. یه چیز خیلی برشته پر از کنجد. دست گلش درد نکنه. ببینید بچه‌ها چقدر برشته و باحاله. بریم برش بزنیم برای ناهارمون. به 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 به، چه کرده این کتبان، چه عطر و بویی، چه رنگ و لعابی. بریم تا بکشیم و طعمش هم بچشیم. به به به. ولی یادم میاد اون قدیما مادرم که درست میکرد ما واقعا قدر این غذا رو نمیدونستیم. همیشه سر مادرم قور میزدیم که این چه غذایی. الان میبینم که واقعا چه غذای خوشمزه‌ای بوده که ما اون زمان از این غذا استفاده نمی‌کردیم. لذتش رو نمی‌بریم. از همه مهمتر واقعا افسوس. خب بریم پای میز. خب بریم که تست بزنیم غذامونو. من چون که از هر سه تاش دوست دارم از هر سه میکشم تو ظرفم میذارم که ببینیم چه طعم و مزه غذای ما گرفته. اگه میخواید این رخش هم بچه‌ها ببینید، این رخش هم بریم که تستش کنیم. امیدوارم که درست کنید چون واقعا غذای خیلی خوشمزه‌ایه. ولی اینجور که من دارم میبینم، از رخساره رو دارم میبینم، مشخصه که یک غذای فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطریه. نگم براتون که از عطر و بوش، از اینکه یه مقدار ترش شده، ربم خیلی ترش مزه است. یعنی واقعا مجنون شده. دلم میخواد اینو تو خدا بپزید تو خونه تست بزنید طبق همین دستوری که بهتون گفتم. جای همگی سبز. امیدوارم که حالشو ببرید.